سلام به همگی. میخوایم امروز در مورد مگالودون ها با هم صحبت کنیم. پس اگه این ویدیو رو دوست داشتید لایک و سابسکرایب فراموش نشه. مگالودون ها یک گونه منقرض شده هستند که حدود 23 میلیون سال پیش در زمین ما به وجود اومدن، یعنی از اوایل دوره میوسن تا اواخر دوره پلیسون در همه دریاها و اقیانوس‌هایی که آب گرم داشتن زندگی میکردن. مگالودون ها از خانواده دندان بزرگان هستند، یعنی اجداد کوسهای دندان بزرگ هستند، زیرا دندان های آنها به 18 سانتی متر میرسد و خب واقعا دندان گنده ای داشتن و جز بزرگترین درندگان تاریخ بودند. این حیوان طول حدود 10 تا 18 متر داشته، یعنی دو برابر یه اتوبوس انگلیسی، و بیشتر اوقات در ماریانا، دریاچه ماریانا زندگی میکردن. مگالودون برای نخستین بار در سال 1667 میلادی توسط پژوهشگر دانمارکی کشف شد. نخستین کشف شده از مگالودون دندان موجود بود که بعد در سالهای بعد فسیل‌های بیشتری از این حیوان کشف شد. در سال 1843 دانشمند سوئیسی لوی آگاسی نام مگالودون را برای این کوسه استفاده کرد. در سال 1900 میلادی نخستین آرواره کامل مگالودون بازسازی شد. بر اساس این ابعاد آرواره‌ای دارد که میتواند 11 آدم همزمان در آن جای شوند، یا حتی بهتر بگم یک ماشین تویوتای گندر در نظر بگیرید، همون هلو برو تو گلو. کوسه سفید که ترسناکترین کوسه حال حاضر دنیا است، قدرت آرواره های آن 2 تا 4 تن است، به طوری که قدرت آرواره های مگالودون به 18 تن میرسن. 18 تن یعنی اصلا حدود 9 برابر 10 برابر کوسه سفید قدرت داشته. به همین دلیل برخلاف کوسه سفیدها که بر قسمت نرم تومه خود حمله میکردن، مگالودونا همونو صاف میرفتن تو سینه حریف. این اصلا براشون مهم نبود نهنگ، دلفینه، چیه. پژوهشگران بر این باورند که مگالودون برای از پا دروردن تومه اعضای بدنش رو جدا میکرده تا توانایی فرار را از او بگیرد. این جانور رأس هرم غذایی بوده، یعنی از انواع نهنگ‌ها، دلفین‌ها و حتی لاک‌کشتار دریایی با لاک بسیار قوی تغذیه می‌کرده. مگالودون با دندان‌های بسیار بزرگ و شبیه به اره به عنوان شکارچیان وال‌ها، ماهی‌های بزرگ و کوسه‌های دیگر شناخته می‌شود. فسیل‌های استخوان‌های نهنگ‌ها و وال‌هایی که میلیون‌ها سال پیش کشف شده اثر دندون‌های مگالودون بر روی اون وجود داره. میخوایم حالا بریم ببینیم که دلیل انقراض مگالودون‌ها چی بوده. مگالودون‌ها حدود 2 میلیون سال پیش همزمان با سرمایش جهانی آغاز تدریجی عصر یخبندان منقرض شدند. حالا خیلی براتون سواله چرا منقرض شدن، چه ربطی داره؟ خب عصر یخبندان این همه حیوان زنده موندن. مگالودون ها همونطور که اول ویدیو بهتون گفتم فقط تو آبهای گرم بودن و تو آبهای سرد نمیتونستن دووم بیارن. و خب یه نکته جالبی که میخوام در مورد مگالودون بهتون بگم اینه که مگالودون ها انقدر، یعنی یه دلیل انقراضشون همین بوده، مگالودون ها انقدر قوی بودن، همونطور گفتم رأس هرم غذایی بودن و هیچ موجودی، نه نهنگ، نه وال، نه کوسه‌های دیگه نمیتونستن اونا رو شکست بدن. اینقدر دیگه اوج قدرتشون بوده. واسه همین غذاهاشون کم شده بوده و خب بعد از این بودن پروسه 20 میلیون ساله‌ای که مگالودون ها رو زمین وجود داشتن، حیوانات یکم تکامل یافته بودن که تو آب سرد بیشتر دوام بیارن. مثلا کوسه سفید به خاطر اینکه ادامه بقای خودش رو حفظ کنه از آبهای گرم به آبهای سرد مثلا مهاجرت کردن. بنابراین حیوانات بیشتر تو آب سرد رفته بودن و حیواناتی که تو آب گرم بودن بسیار کم شده بودن. مثلا همین غذای اونها کم شده بود و شروع کرده بودن به هم نوع‌خواری. وقتی کوسه های مگالودون همدیگر رو میخوردن
چون گوشت آنچنان مقوی نداشته و غذاشون تامین نمی‌شده، خیلی خیلی تعدادشون پایین اومده بوده و تو عصر یخبندان که آبهای سرد به وجود اومده، اونها هم تعدادشون کمتر شده، هم خود سیستم ایمنیشون ضعیفتر شده بود و خب کوسهای سفید به حکومت یه جورایی رسیدن، چون تو آبهای سرد دووم می آوردن و غذای کمتری نیاز داشتن. واسه همین کم کم شروع شدن به منقرض شدن که رفتن تا منقرضی. حالا میخوام چند تا فکتای دارک مگالودون رو بگم. لوی آگاسی، همون که نام مگالودون رو برای این جانور انتخاب کرد، گفت اگه من قدرت اینو داشتم که یه باززمانی از رو زمین حذف کنم، باززمانی مگالودون ها بوده، چون مگالودون ها 50 گونه جانور رو منقرض کردن و همچنین اجازه تکامل انسان ندادن، چون انسان فسفر مغزشون نمیرسیدن غذای دریایی دریافت کنن و خب فسفر کمتری دریافت میکردند. یه فان فکت دیگه که بخوام بهتون بگم، یا دارک فکت، چون واقعا این فکت خیلی ترسناک از نظر من، مگالودون ها وقتی حوصله‌شون سر میرفته، نهنگ ها رو بالاهاشون و دمهاشون رو قطع میکردن تا به ته دریا برن، یعنی دیگه نمیتونستن شنا کنن و ته دریا میرفتن و هنگامی که سیر بودن حدودا مثلا هی میومدن بهش ضربه میزدن، به نهنگ ضربه میزدن با دمشون و گازش میگرفتن که نهنگ از ناتوانی شیهه بکشه، یا شیهه میگن فریاد نعره بکشه و خب خیلی این ترسناکه و این دردشون حدود 5 روز طول میکشه، یعنی 5 روز همینطور مگالودون ها اینا رو اذیت میکرده و کلا مگالودون اصلا اینجوری نبوده که بخواد شکار خودش رو اول بکشه بعد بخورتش. و آخرین دارک فکت اینه که یه سری لاکوش‌های عظیم و جثه در اون زمان وجود داشتن که نه همون جزء اون 50 گونه‌ای که منقرض شدن، که آروارهای بالای 10 تنی فقط میتونستن، لاک اونا رو خراش برداره، 10 تن مدت آرواره نیاز بوده. مگالودونا انگار مثل آدامس اون لاکوشا رو هلو برو تو گلو میخوردن. خیلی ها مدعیان که مگالودون ها هنوز وجود دارن و خب میگن ما مگالودون ها رو دیدیم میبینیم، ولی خب دانشمندان میگن نه، همچین چیزی وجود نداره، چون اگر موجود به این بزرگی وجود داشت ما حتما میفهمیدیم یه عکسی فیلمی بود. ولی از این طرف که خیلی مشکوک میشه وجود مگالودون و بقیه حیوانات منقرض شده، تحقیقات ناساست که در 1943 تحقیقاتش رو شروع کرد روی اقیانوس ها، ولی به دلیل نامعلوم تحقیقاتش رو تو 1994 به پایان داد. تا یه ویدیوی دیگر، خدا نگهدار.